خیلی که کس میگن همیشه اوچا ما گفتم میام قرصکا برای اوچا هر کسی اوچاش دوست میدارد برای اوچا قرصکای تاجیکی رفتی کنید میکنم حیات فراموش میکنم گب میزنم گوش میکنم حیات فراموش میکنم گپاکو کلی کشیده تیفان آبش میکنم گپاکو کلی کشیده تیفان آبش میکنم تیفان بودم میزنم زنجرم یک نوزنی میبردارد بناز گپ میزنم یک نوزنی میبردارد بناز گپ میزنم الو میگو لبای نگاه الو نگاه لبای نگاه الو میگو لبای نگاه الو میگو لبای نگاه بیا کمی صحبت کنه و خیلی نگو ای بای نگاه بیا کمی صحبت کنه و خیلی نگو ای بای نگاه تلفن بیزم بزنم زنجرک میزنم یک نازنین میبردارن بناز گپ میزنن یک نازنین میبردارن بناز گپ میزنن وقتی گپا بود میکنم تلفنم گود میکنم وقتی گپا بود میکنم تلفنم گود میکنم و میگو قهرش نکنم و خیلی نگو ای بای نگاه و میگو قهرش نکنم حیاتی محدود میکنم و میگو قهرش نکنم حیاتی محدود میکنم زنجرک میزنم یک نازنین میبردارد بناز گپ میزنم یک نازنین میبردارد بناز گپ میزنم موفقی طلبش کن یک روز میرزام مراد بسا چی حال داری یک روز میرزام مراد بسا چی حال داری ای گپ آب و دهان آیا خبر نداری دینا میگن در ریان بر پاس توی کلان عرق نوشیدن همان توی را نمودم ایران نمان پهلوان بودن بچه چپان بودن در جنگ زن و زنی رستمی داستان بودن گفتم با چشم دیدی زنکایم اینا در شهر کرغان بر پوشیدن خیرم اینا در شهر کرغان کماچیدن خیرم یک کیلو هزار سو میکند رگی گردن یک مرد صد شده یک اشن صد شده
1800 چیدم فعلا انگور و انار 1800 چیدم تو با چشم دیدی گوی سفری قرم او سالا کرد سرم تو با دینم خرید است از بزرگیدم غنم او سالا همان زمان خسته سخندم شدد تو با کردم خدایا آخری زمان شدد گفتم با چشم دیدی میگن در زبان بچه‌ی میرزا مراد خیلی پندانم بود است همراهی میرزا مراد میگن بند است افتیده است هش ایسرش پرید است یک پولی گاه داده است جانی خود را خرید است یک پولی گاه داده است جانی خود را خرید است گفتم با چشم دیدی دختری بابای نور از خونه شان گرفتد این بابای پیر محمد زنش را جنجال کردد آنچنان جنجال کردد در سیب چوبی دو پوشه خودش کشال کردد گفتم با چشم دیدی شهر عروس آورده در اتوبوس آورده یک عروسی گیزله رنگ خروز آورده موهاش پاری سر بود زلفاش بر ببر بود بخدا که ای پخت پس تماما بخبر بود این خونه رو نمی بود خداتان رو بگ نگید دیگه تبر رو باشد و نوبت شوید نگید دوی جنجال میکرد چند کس ملال میکرد دامنی پیرش را او زده تلال نکرد میدونه کجا است دختری کوری سفر همیشه شدید بودد همیشه اشلچی بودد میگن جادوگر بودد میگن افسونگر بودد خلاص او خون سوختن یک خون جیگر بودد خلاص او خانه سوختن یک خون جیگر بودد گفتم با چشم دیدی تشکر زیاد. سلامات. ترسکای شما با بابای فیض. سلامات باشین.